الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، مثل وعده های پیشینه یک چند سوال های در پیش من انتظار جوابن. انشاءالله این سوال هایی که بر من ارسال شدن از خدای مهربان امیدی او را داریم که آن چیزی را که عزیزان خدا، آن چیزی را که در کتاب‌های ما و شما جواب اونها موجود هست من به گوش شما میرسانم. و قبلا پیش از آنی که من این سوالها را برای شما جواب گویم، خدا رحمت کند، شیخ سعدی را میگفت ای که بر پشت زمینی همه وقت آنی تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشتی پدرند. برای ما گوش زد میکند که یعنی این روزهایی که یا این حیاتی که الحال تو در او عرض هستی داری، به قدر این روزها برس، به قدر این وقتها برس، زیرا می شود روزی که تو هم این دنیا را پدرود میگویی. یعنی اون گروه یا اون طایفه که در شکم مادر و پشت پدرن، اونها می آین و باید که جای اونها را شما خالی کنی. از خداوند بسیار مهربان دعاگوی او هستم که خداوند این حیات، این روزهای را که برای ما مقدر کرده است، خداوند توفیق منتید، خدای مهربان اخلاص و محبت را به سوی دینش زیاد بگرداند تا از این ساعتها، از این روزها استفاده برده توانیم. و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند دم آخری ما را دم راحت بگرداند و الله مهربان خانه آخرت ما هم خانه آباد بگرداند. روز قیامت ما هم خدای مهربان در بین بندگانش ای زمره بندگانی در شرمندگی و خجالت نباشیم. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند جمیع بیماری های ما را شفای کامل، گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کند و خدای مهربان آرامی و آسودگی و خیر و نیکی ها را شامل حال همه ما و شما گرداند. می آییم برادران و خواهران عزیز به سری سوال هایی که به ما ارسال شده است. من در گردی اونها برای شما جواب میگردانم. بابای حاجی میرزا گوید که آیا شخصی روزخور پیش در آید نماز مردم را خواند می شود یا نه؟ اگر شخصی روزخور عالم باشد و ولی عذر داشته باشد، عذر که مقصد بیمار است یا مسافر است یا یگان مقصد عذر دارد که برای او خوردن روزه جایز باشد، البته میتواند که مقصد پیش در آمده نماز مردم روزه دار بخواند. لیکن اگر قصدن و یگان عذر ندارد ولی روزه ش میخورد، این خیل امام از پشتش نماز خواندن از شبهه و از شک خالی نیست. برای همین ما پشت نفرهای نماز خوانیم که البته به البته در اونها یک تقوا باشد، در اونها یک ترس خدا باشد. نمازی که از پشت وی میخوانی و نمازی که از پشت یک امام میخوانی که در او توفیق و در او محبت کم است،
البته در ثواب فرق میکنه. برای چی عزیزان خدا میگن، حتی میگه جناب عالمگیری در فتاواش میگه که پدرها میگه مصلحت تیم به فرزنداتون که حتی تابوتونه حرکت کنین آدمای خوب بردارن، حرکت کنین آدمای خوب جسد شما را شوین، حرکت کنین آدمای خوب شما را در قبر مانن. برای چی این سخنان؟ زیرا که آدمای خوب به معنای آدمای با تقوا و آدمای خدا ترس، آدمای به خدا نزدیک، البته اونا مقام و منزلتشون پیش خداوند با دیگر است. از این لحاظ اگر به شرط عذر داشته باشد میلش، لیکن بی عذر باشد، یگان آدمی که البته توفیقش محبتش زیادتر است، اگر چندی آدم دانشمندم باشد لیکن روزش بی عذر میخورد، از پشت این شما نماز نخوانید. بابای حاجی میرزا گوید که آیا از الله بخواهی که جانت را بگیرد گناهگار میشوی یا نه؟ یعنی نفر برادران عزیز به طرف الله دعا میکند که خدایا جان ما بگیر، خدایا مقصد از همین زندگی بیزارم، خدایا مردن میخواهم. آیا همین میگه در شریعت درست است یا نادرست؟ اینجا ما حدیثی داریم از پیامبر نازنین که حدیثی هم بخاری است هم مسلم است. جناب امام ابو هریره روایت میکند که پیامبر ما گفته بود است لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعله یزداد و اما مسیئا فلعله یستعتب. شما هیچگاه به سوی خداوند دعا نکنید که خدای جان ما بگیر، خدایا من از همین جان بیزارم، خدایا من از همین حیات مانده شدم، خدایا مقصد حتی بیمارم که باشی، حتی اگر مشکلاتم به سرت بیاد. یعنی حق این دعا کردن میگن نداریم. اما محسنا فلعله یزدان. زیرا عمر برادر عزیز، حیات این خود بسیار نعمت ہے. تو ناشکری از نعمت حیات کردی سی، ناشکری از همین دادگی خدا کردی سی. برای این پیامبر میگه اگر به شرط نیکوکار باشی، تا از خدا مرگ طلب نکن، تا از خدا عمر طلب کن که آدم نیکوکاری با نیکیات به مردم میرسه. اگر آدم بدکارم که باشی، از خدا مرگ طلب نکن و حیات باشو، توبه کو به سوی خداوند که تا که ترا گناهات ببخشد. زیرا با این فعلی بدت مقصد اگر یکی خدا جان تا بگیره و روی پیش خداوند تو راحت نمیبینی. برای همین نه آدمی خوب نه آدمی بد از این نعمتی که خدا بر اونها داده است حقی طلب کردن ندارد، بلکه پیامبر طرز طلب کردن را برای ما این گونه نشان داده. گفته است اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. پیامبر گفت اگر بسیار شما اگر خواهید که دعا کنین به سوی خداوند، این گونه دعا کنین خداوندا زنده بدار مرا اگر همین حیات برای من خیر باشد. یعنی اگر همین حیات برای من خوب باشد، نیک باشد، یعنی همین روزهایی که برای من داده بر زیان من نباشد، بر ضرر من نباشد، خدایا همین حیات برای من نصیب بگردان. و باز در دامش گفت خدایا مرا بمیران، ببین و توفنی اذا کانت الوفات، خداوند مرا بمیران اگر همین وفات من برای من خیر باشد. یعنی اگر همین مردنم برای من نیک باشد و خیر باشد و مقصد برای من خوشبختی بیارد، خدای میلش جان ما بگیر. یا اگر حیات برای من خوبی داشته باشد و سعادت بیارد، خدای حیات برای من نصیب بگردان. این طرز دعا کردنش این است. ما نمیتونیم این خیلی در حال یک سختی بالا من آمد یا مشکلات آمد یا اگر چیزی هم نآمد، مقصد من این دنیا را که ترک کنم و آخرت برم،
اینجا هم حق نداره که از این نعمت ناشکری کنیم. خب بابای حاجی میرزا گوید که شخص مرتکب گناه می شود، از الله بخشش می پرسد، توبه کند، آیا در روز قیامت اگر گناهانش بخشیده شده باشد عذاب می کشد یا نه؟ بندگانی که اگر به سوی الله رجوع میکنند، از خدای مهربان در کردگی هاشون پشیمانی میکنند و به سوی خدای مهربان استغفرالله میگن، توبه میکنند و از کردارهای کردگیشان پشیمانی میکنند، الله مهربان گناه اینها را میبخشد، بدیهای اینها را به نیکی مبدل میکنند و روز قیامت هم اینها را عذاب نمیکنند. خوش به حال کسانی که علاوه خصوص در این ماه مبارک رو به توبه میارن، رو به استغفار میارن، پیش الله پیش خالقشان دیگر گناه نمیکنن، بلکه پشیمانی از کرده هاشون میکنن و منبع حیاتشون نیک میکنن و خیر میکنن. خوش به حالشون. عزیزای خدا میگفتن که زندگی مخصوص بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. عمر آن که صرف گردد در حضوری ذکری او، حیف عمر در پی این نفس کافر میگذرد. خداوند برای کسانی که البته گناه کردن و امروز هم تا حال پشیمان نشدن، خدای توفیق این پشیمان شدن و توفیق این توبه کردن برای اونها نصیب بگردن. بابای حاجی میرزا گوید طرز خواندن سجده سهو چگونه است؟ طرز خواندن سجده سهو ما وقتی که در بین یگان ترک واجب میکنیم یا گوییم که تأخیری فرض میکنیم، اول ما باید از اینها آگاهی داشته باشیم که واجبهای در نماز کدام عملها هستند، یا تأخیری فرض کدام عملها را ما در داخل نماز انجام نتیم یا انجام تیم که تأخیر به فرض می شود. برای اینا این خودش یک موضوع کلانه. یعنی اگر ترک واجب شد، کسایی که می دانند، یا تأخیری فرض شد، اینجا در سجده سهو لازم می شود. سجده سهو برادر عزیز وقتی که ما تشهد در آخر که خواندیم یک طرف سلام میتیم، ولی بسیاری آدم میگن همینجا دو طرف نه، اصلش اساسش برادر عزیز یا اصح روایت بر همینه که یک طرف سلام میتیم و دو سجده دیگر میکنیم، یک بار دیگر باز همون تشهد التحیات یعنی از سر نو میخوانیم و دعاهایی که در پشتش است اونها را میخوانیم، تمام سجده سهو همینجا به جا میآید. اگر در درون نماز دو واجب هم ترک شد، سه واجب هم ترک شد، با یک سجده سهو همش کامل می شود. در دام گفته است نماز تسبیح را چند رکعت نیت میکنی و چی طور میخوانی؟ نماز تسبیح را در کدام روز خواندن اجازت است؟ نماز تسبیح برادرای عزیز حکمش مستحبه، یعنی کسی خواند ثواب میگیره، کسی نخواند گناهگاری ندارد، یعنی از زمره نمازهای نافله. ایرا عزیزای خدا میگن در یک روز یک بارم که بخوانی، همون ساعتهای اگر مانع نماز نباشد، یعنی وقتی که صبح دمیدگی در نخوانیم، وقتی آفتاب برآمد، یا بعد پیشین باشد، پیش عصر باشد، یا بعد شام باشد، یا بعد نماز عشا باشد، این حالت ها در اجازت است. میشد در یک روز یک بار، در یک هفته یک بار، در یک ماه یک بار، در یک سال یک بار، یا در عمر یک بار هم که خوانیش میگه کفایت میکنه. طریقی نیتش همون نیت کردم بگذارم 4 رکعت نماز تسبیح، یعنی عبارت ای 4 رکعت. در همین 4 رکعت برادرها و خواهرای عزیز ما باید در هر یک رکعتش 75 بار همین کلمات بگیم: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
بعضی روایت های دیگه در ولا حول ولا قوت الا بالله هم آمده است. ولی همینه که من گفتم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، انا همینم که در هر رکعت 75 بار باید ما گوییم، در 4 رکعت همین 300 بار باید گفته شود. این را نمازی تسبیح میگن. یعنی وقتی که ما سوره فاتحه را که خواندیم در یکم رکعت، زمی سوره که کردیم، بعد زمی سوره 15 بار همین را میگیم. رکوع در رفتیم، در رکوع 10 بار میگیم. ای رکوع که بلند شدیم ببینید با 10 بار میگیم. سجده دا میریم 10 بار میگیم. میخیزیم در حالت ای سجده، حالت جلسه میگیم نشستن 10 بار میگیم. با رفتیم سجده دا با 10 بار بگیم. با نشستیم با 10 بار میگیم. ببین همین قدر علاقه 75 بار میشه. یعنی 15 بار بعد زمی سوره است، بعد 10 بعد همین رکوع، بعد سجده ها و ولی حساب کنین خودش 60 بار دیگه ایناش، اون 15 دیگه قطعی 75 بار در یک رکعت. جمع 300 بار همین کلمه را گفتن. ایرا میگن نمازی تسبیح. بابای حاجی میرزا گوید آیا نماز خفتن رو در ساعت 2 شب درست است؟ 2 شب هم درست است. ما که حرکت کنیم برادرای عزیز که تا همین ساعتهای مقصد 10-11 شب خانیم دیگه وقتای کراهیتش مقصد باقی نمیمونه. چی قدر اگر تأخیر کردیم قسم آخری شب رفتن گرفتیم نمازهامون درست می شود، ولیکن به هر حال کراهیت پیدا می شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.